ما که در حسرت روی تو بودم و من زار نگاه نکردی. درود، خیلی خوش اومدید به چنل خودتون پریفان میوزیک. برگشتم خدمتتون با یک ویدیوی نوستالژیک و زیبا از موسیقی تاجیکستان. قرار همراه شیم با یه ویدیو کلیپی که در واقع اجرای زنده بوده. برای ما ارسال کردید، قرار سورپرایز شیم، لذت ببریم، با هم دیگه گپ بزنیم و خلاصه یک آهنگ ناب قدیمی و خاطر انگیز بشنویم. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک ویدیو رو برای ما بزنید و کانال رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو برای دوستاتون شیر کنید و ارسال کنید. بریم سریعتر سراغ این موزیک ویدیو. قرار اجرایی بشنویم از در واقع اینجوری که نوشته شده چدین فازلوف و منیژه داولاتووا که کاش ما در گوشه پشت بام شما بودیم. حالا این چیزی که ترجمه شده برای ما به این شکله، قراره بشنویم با هم و لذت ببریم. ما که در گوشه بامی تو بودم، مرا دیدی و صدای نکردی. ما که در حسرت روی تو بودم و من زار نگاه نکردی. ما که در گوشه بامی تو بودم، مرا دیدی و صدای نکردی. که از غمز تو بیمار شدم، دل بیمارم دوای نکردی. چقدر خوش صدا هن، چقدر هم مرتب و شیک و پیک. به قولی احتمالاً یه جشن ملی چیزی بوده که توی همچین فضایی جمع شدن. مشخصا ویدیو کلیپ مربوط به حداقل 20 سال پیشه، یعنی خیلی قدیمی به نظر میرسه و چهره دوستمون جناب فازلوف اگه اشتباه نکنم بیشتر از این که به یک هنرمند و آرتیست بخوره، چهره خیلی آکادمیک شبیه اساتید دانشگاه یا در واقع پزشک، دکتر، یه همچین چهره و قیافه‌ای دارن. دلنشینه ولی صدای خیلی قشنگی دارن. فکری به حال دل زار و بیمار ما نکردی. برای مهر و وفا بدیدم بس جفا، به هوس خواهی یارم. چه کشش زیبایی انتهای صداشون. اگه واقعا این صدا لایو ضبط شده باشه فوق‌العاده است صداشون. برای مهر و وفا بدیدم بس جفا، به هوس خواهی یارم. و دلم یار ندارم، یاری غمخوار ندارم. و دلم یار ندارم، یاری غمخوار ندارم. چی کنم دل حیرانه ببین و منای چه شود دل گریانه ببین. چی کنم دل حیرانه ببین و منای چه شود دل گریانه ببین. از صداشون مچه، چه همخوانی قشنگی. وقتی که توناژ صدای یک خانم میاد توی در واقع اون تون صدای آقا، خیلی مهمه که چه صدایی خارج میشه و به گوش میرسه. یه جوری انگار که اصلا ساخته شده برای همین تیکه‌ای که دو نفره و دوگانه اجرا کردن. بی‌نظیر بود. فقط اون دوستامون که اون وسط وایساده یه آقایی هستش که در حال چک چک کردن و دست زدن و اگه دوربین روش بذاره ایشون دوست داشتنی، خوش انرژی.
مرا کرده بی قرار غم جان سوز نگاه دیگه طاقت ندارم مرا کرده بی قرار غم جان سوز نگاه دیگه طاقت ندارم گر مرا یار نگیرم هوسای دل بمیرم گر مرا یار نگیرم هوسای دل بمیرم چه کنم دلی حیرانه بودی با منای چشم دل گریانه بودی چه کنم دلی حیرانه بودی با منای چشم دل گریانه بودی ما که در گوشه بامی تو بودم مرا دیدی و صدای نکردی ما که در حسرت روی تو بودم و من اینجا که شعرم همخونی داره با تصویر برداری. ببین کارگردان باهوش اینجوری بالاخره درست اثر قدیمیه ولی حواسش جمع بوده. اینجا که از چهره و روی معشوق میگه همونجا دوربین رو فوکوس میکنه رو صورت و زوم. ما که در حسرت روی تو بودم و من نیزار نگاه نکردی ما که در گوشه بامی تو بودم مرا دیدی و صدای نکردی ما که از غمز تو بیمار شدم دل بیمارم دوای نکردی بهار زیبای تاجیکستان با شکوفه های سیب یا بادام یا گلابیه. در واقع این شکوفه های زیبا. آهنگ قشنگی بود، آهنگ دلنشین، آروم، دلنشین، خیلی زیبا، خیلی خوش انرژی و نوستالژیک و خاطر انگیز. خوشحال شدیم که آشنا شدیم. البته اسم بانو منیژه در واقع داولاتووا رو ما شنیده بودیم، حالا این دوگانه رو دیدیم، قشنگ بود. اگه بازم آهنگای تو این سبک هست حتما برای ما ارسال کنید که بشینیم و با پریسا اینجا ببینیم، دور هم دیگه گپ بزنیم، لذت ببریم و عشق و حال کنیم. با امید دیدارتون خیلی زود برمیگردیم خدمتتون. خدا نگهدار.